با درود به شنوندگان و بینندگان تلویزیون ایرانش تیوی، من مانی هستم. بار دیگر امروز روز شنبه 16 نوامبر 2013 با گفته ها و ناگفته ها در خدمت شما هستم و مهمان خانه های شما. امیدوارم که در هر کجای این گیتی هستید خوب، خوش، سلامت و موفق باشید. غم رو نمیگم، غم همیشه در بخشی جاها، در بخشی از زندگی شیرینی زندگی به حساب میاد. امیدوارم که خوب باشید. امروز در رابطه با مسائلی هستش که شاید از فیسبوک ما که پرژین LGBT ادوایزری هستش به سمع شما یا نظر شما رسیده باشه، ولی اون رو میگذارم در بخش دیگر باشه. ولی مهمتر از همه، امسال هم شاهد فراخوان و گرد هماهی اعتراضی گروهی از هموطنان عزیز و گرامیمان که در تبعید و در زندگی پناهجویی به سر میبرند رو در مقابل مرکز اسلامی در لندن که سازماندهی شده و درست شده از جمهوری اسلامی هست رو داشتیم. واقعا پشتکار، واقعا این تلاش های خستگی ناپذیر این هموطنان مبارزمان رو در هر جایی شاهد هستیم. کلیپی رو آماده کردم، اجازه بدید اون چند دقیقه کلیپ رو با هم ببینیم. با تشکر از اتاق فرمان. با تشکر. Jagina, you get the English, Russia.